توحید عبادت چند قسم است؟ توحید عبادت که ما عبادت میکنیم در مجموع در کل دنیا دو قسم است، یا عبادت الله هست یا عبادت غیر الله هست. سعی کنین فقط یک کلمه لکن معنای بسیار زیاد میده. یا عبادت الله هست که هر چیزی که نامش عبادت است ایره برای الله میکنن، و یا عبادت غیر الله میشه. در کلمه غیر الله سعی کنین الله و غیر الله، کسایی که عقیده را نمیفهمن در این میجا پیششان مشکل پیدا میشه. یکی عبادت الله هست و یکی عبادت غیر الله هست. اینال غیر الله کی هست؟ هر کسی که بغیر از الله، هر موجودی که هست او غیر الله هست. این غیر الله ملائکه باشه، ملائکه غیر الله هست نیست؟ ملائکه غیر الله هست؟ پیغمبرها غیر الله هستن؟ اولیاء الله غیر الله هستن؟ هستن نیستن؟ نباتات غیر الله هستن نیستن؟ جامدات غیر الله هستن؟ مایات غیر الله هستن؟ این گازات غیر الله هستن نیستن؟ این حال یکی عبادت الله هست و یکی عبادت غیر الله هست. این حال هر چیزی که نامش عبادت است، رکوع هست، سجده هست، قیام هست، قعده هست، نذر است، قربانی هست، ذبح کردن حیوان است، هر چیزی که نامش عبادت است او مطابق آیت قرآن که ایاک نعبدو مخصوص الله هست. اگر یکی از عبادت ها به غیر الله انجام داده میشه این شرک است. باز شرک خواه به ملائکه سجده شد، خواه به پیغمبر سجده شد، خواه به یک ولی از اولیاء سجده شد، خواه به بگوان سجده شد، خواه به درخت سجده شد، خواه به سنگ سجده شد، کلش غیر الله.